روزی روزگاری در فینیتو همه چیز بر وفق مراد بودندی. همه چیز که میگم یعنی همه چیزا. زنها و دخترای روستا با آزادی زندگی میکردندی. بعد جونم برات بگه کشاورزا همه وضع و اوضاعشون رو به راه، همه عاشق کت خدا. از اون طرف معلمای روستا آزاد، همه جا آباد، دریاچه ها پر آب، اصلا یه وضعی. تا اینکه زد و قرار شد یه نماینده از نظام بره تو اجلاس بین دهکده‌ای و از محاسن روستای فینیتو داد سخن بدهندی. فرفر تو تیپت از ما بهتره، ریشت هم بلا تکلیفه، خندهات هم که مکش مرگ ماست. برو 4 تا دروغ خوشگل بگو ببینم بلدندی. هلو، هاواریوتون چطوره؟ من از بهترین روستای این منطقه اومدم، از فینیتو. جان، آزادی نیست؟ سیاه نوایی میکنید چرا؟ فینیتو آزادترین روستای جهانه. اهالی فینیتو آزادن در داخل خونشون شبا با پیژامه بخوابن. صبح میتونن خمیازه بکشن، آزادن به غذاشون نمک بزنن. خرهای روستای ما آزادن تو طویله ارعر کنن، هیچ کس هم کاری نداره. جان، زنها رو تو روستای ما کتک میزنن؟ اینا که سیاه نماییه، این بخشی از فرهنگ روستای ماست. مگه وقتی شما تو روستاتون با شلوارک میرید مکدونالد میخورید ما چیزی میگیم؟ خب تو روستای ما هم اینطوریه. اصلا این حرفا رو ول کنید، خنده بنده رو نگاه کنید که 2 میلیون چوک قیمتشه. دماغش رو ببین، به پینکیو گفته زکی. آخه مسجد که جای، ببخشید، اینجا که جای خالی بستن نیست که. هم اونایی که شنیدن خندیدن به ریشت، هم اهالی فینیتو برات هشتگ فرفر ایز لایر زدن.